شرکت برق تاجیک که مسئولیت تامین نیروی برق به اهالی تاجیکستان را به عهده دارد، روز 9 دکامبر در یک مراجعتنامه از مردم برای قریب 2 ماه بی‌برقی عذر پرسیده خبر داد که در ساختارهای انرژتیکی مملکت تمام کارهای آغاز گردیده تعمیر و تدبیرهای نظارتی و پروفیلاکتیکی به انجام رسانیده شدند. بنابراین از 2 دکامبر امسال سر کرده انتقال نیروی برق در کشور پورا جاری می گردد. امسال با سبب وضعیت معلوم این عمل کشال یافت که برای این از مشتریان محترم معذرت می خواهیم، گفته می شود در این اظهارات. برق تاجیک از مردم خواست که نیروی برق را صرفه‌کارانه استفاده برند. در مراجعتنامه گفته می شود که شرکت برق تاجیک هیچگاه خواهشمند محدود کردن انتقال برق و به برق گذاشتن مردم نیست، ولی سال جاری یکی از سالهای گرمترین و کم آب در مقیاس منطقه و مخصوصا در تاجیکستان به حساب می رود و حجم ذخیره های آبی و انرژتیکی ما خیلی محدود بوده. ذخیره برف در حوزه های تشکل یابی آبی دریاهای کشور نسبت به سال 2019 44% کم می باشد. در تاجیکستان که بعد سال 2017 نسبتاً با نیروی برق تامین بود، بعد انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر لیمیت برق جاری شد. در هفته‌های اول به ساکنان دهات در شبانه روز همگی چند ساعت نیروی برق داده می شد، ولی سر از ماه نوامبر لیمیت برق شهرها و مرکزهای صنعتی و در روزهای آخر حتی پایتخت کشور شهر دوشنبه را فرا گرفته بود. برق تاجیک در مراجعتنامه‌اش کمبرقی را به تعمیر و کارهای پروفیلاکتیکی در ساختارهای انرژتیکی مملکت ربط داده جزئیاتی در این باره نداده است.